هیچی نگو، فقط نیت کن ببین تاروت بهت چه جوابی میده. کانال منو سابسکرایب کن، این ویدیو لایک کن، نیت کن، بریم ببینیم تاروت چی بهمون میگه. سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حال دلشون خوب باشه. خب با یک ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم با فال تاروت. میخوایم ببینیم تاروت بهمون چی میگه. نیت کنید، کانال رو سابسکرایب کنید تا با انرژی تاروت همسو بشین و ببینیم که چه جواب بهتون میده تاروت. خب دوستان در جواب نیت هاتون، خب تا 3 وعده دیگه یک خبر خوب و خوشحال کننده به دستتون میرسه، یا توی تا 3 وعده دیگه یه جشن، شادی، یه مهمونی یا پارتی دعوت میشید. میگه که شما دنبال یه موضوع هستین، پیگیر یه موضوع هستین، یا یه کاری شروع کردین یا یه آموزشی رو دارین شروع میکنین که میگه این پیگیری ها و این آموزش ها براتون تا 8 وعده دیگه به نتیجه میرسه. نسبت به موضوع دودل هستین. خب دودل هستین و نمیدونین که آیا خوب هست آیا بد هست، خیلی تحت فشار هستین. از این دودلی و از این دوراهی بیرون میاد. خیلی تحت فشار هستید، نمیدونید که از نظر سلامتی سردرد براتون افتاده، تو کارتون گره افتاده. داره میگه که تو وارد یه دوره از رشد و بازسازی جدید شدی. تو زندگی یه چیزی تو زندگیت هست که ممکنه رابطه کاری، مسیر مالی، عشقی یا هر چی که هست داره تبدیل به نسخه بهترش میشه. کمی ابهام و دودلی وجود داره، خب اما این دودلی ها از بین میره. میگه که بعد از یه سری سختی ها نعمت و آرامش بیاد تو زندگیت، امید دوباره تو زندگیت به وجود میاد. اونایی که میگن که توی رابطه هستن، خب رابطهشون بهتر خواهد شد، یا کسایی که مجرد هستن یک فرد وارد زندگیشون میره، فرد جدید وارد زندگیشون میشه. خوشحالی دارین، آشتی دارین، پیام عاشقانه دارین. ممکنه به یک جشن یا دیدار یا جشن کوچیک احساسی داشته باشین و همچنین میگه که به حستون اعتماد کنین، عجله نکن. هر حقیقتی که داری به زودی فاش میشه. بهت هشدار میده، میگه که مراقب اطرافیانت باش، مراقب باش. کسایی هستن توی زندگیتون میخوان از شما آتو بگیرن و توی زندگیتون دخالت کنن و آبروی شما رو ببرن. تمرکز توی یادگیری و پیشرفت واقعی. کاری که میخوای انجام بدی، حتی اگر کار کوچیکی هم هست، نتیجه میشه. میگه یک شروع جسورانه داری، یک ایده جدید داری، یه ایده که رهبریشو میتونی به عهده بگیری و نفته. میگه که یا خودت قرار این کار انجام بدی یا فردی که از نظر قدرت آدم فوق العاده قدرتمندی هست بهت کمک میکنه. میگه کم خستگی داری ولی تسلیم نشو، یک قدم کوچیک مونده تا نتیجه. میگه که ادامه بده حتی اگر خسته ای، چون موفقیت نزدیک هست. میگه که کارهاتو مدیریت کن، همزمان روی 2 موضوع مالی هستی. میگه روی خرج و دخلت تعادل برقرار کن. مثلا اینجور نیست یا ولخرج باشه یا خسیس باشه، این تعادل باید برقرار کنی. یک ثبات مالی در راه داری، پولی که به زحمت و بعد از راه درست به دست میاد موندگار و به طرف جذب میشه. میگه که با برنامه ریزی کار کن، عجله نکن، پول میاد
اما تو هوشمندانه خرج کن، روی چیزای الکی خرج نکن. میگه عبور از یک دوره سخت داری، آرام آرام به سمت آرامش میره، حتی اگر هنوز کامل حسش نکردی، چون تو وارد این چرخش شدی و این آرامشی که منتظرش هستی، اگر دچار استرس، خستگی، دلنگرانی، فکر زیاد هستی، میگه این دوره ها رو شما عبور میکنی. از نظر مالی ثبات با مدیریت درست برات اوکی خواهد شد. از نظر روحی میگه که تو درست سرگردونی، درسته که الان نمیدونی چی کار کنین، اما شما به این ثبات مالی میرسید و از همه اینها عبور میکنید. خب اینجا سجام خبر از پیام، دیدار یا آشتی میده. امیدی که خاموش شده یا فاصله که افتاده، وصال دوباره داره بهمون نشون میده. نشون میده که این عشقی که طرف مقابل شما داره یک عشق پرمهر و سطحی نیست، یه عشق عمیقه که این عشق عمیق باعث پاره شدن نمیشه، پاره شدن رابطه ها نمیشه. اونایی که میخوان بدونن که کیس احساستون برگشت داره یا نه، باید بگم که بله، انرژی برگشت یا ارتباط دوباره دارم میبینم، اما آهسته و بعد از روشن شدن یک حقیقت. یعنی شما کات شدن شما به خاطر یه سری پنهانکاری و دروغ بوده که این دروغ ها رو میشه، حقیقت ها آشکار میشه و کیس احساسی شما برمیگرده. یک جابجایی من دارم میبینم که این جابجایی ممکنه از یک شهر به شهر دیگه، از یک روستا به روستای دیگه، از یک منطقه به منطقه دیگه باشه. میگه تو داری خیلی زحمت میکشی، خیلی تلاش میکنی، اما نتیجهش رو الان نمیبینی. این تلاش و کوشش تو باعث میشه که کارات نتیجه بده. اگر کارهای هنری، آنلاین، آموزشی یا خلاقانه ای داری یا میخوای شروع کنی یا شروع کردی وسطاش هستی، میگه که خیلی جواب میده که خیلی قویه و میتونی که پیشرفت رو داشته باشی. حال داره میگه کسایی که بین دو خرج یا دو منبع درآمد هستن، یعنی شما از دو تا خرج دارین، از دو جا یا از دو جا براتون منبع مالی میاد، میگه که باید مدیریت داشته باشین و این درآمدتون رو از هنری که دارین به دست میارین. میگه تصمیم عجولانه نگیرین و برنامه ریزی داشته باشین تا این پول رو در واقع به درستی خرج کنید و کم نیارین. اصولا میگن کم نیارین. و در آخر میگه که تو داری از یک دوره مهالود به سمت امید و ثبات و شکوفایی حرکت میکنی. کارت که نیازمند یک زمانه، از نظر احساسی شما احتیاج به زمان دارین، از نظر کاری نزدیک به موفقیت هستین و از نظر مالی رو به ثبات هستین. اینم از فال امروز ما. امیدوارم که لذت برده باشید. کانال منو سابسکرایب کنین، به دوستانتون معرفی کنین و منتظر ویدیوهای بعدی من هم باشین. زندگیتون پر از آرامش و نور باشه.